صبح زیبا بر شما مبارک. امروز روزی جدید است، فرصتی برای شروع دوباره، ساختن، رشد کردن. بیایید لحظه‌ای مکث کنیم و عمیق‌تر به این فرصت ارزشمند فکر کنیم. با شکرگزاری آغاز کنید. هر روزی که بیدار می شویم فرصتی دوباره برای خلق زیبایی است. امروز با قلبی مملو از شکرگزاری قدردان نعمت‌هایی باش که زندگی به تو بخشیده است. شکرگزاری به تو یادآوری می کند که حتی در ساده ترین لحظات زیبایی و نعمت وجود دارد. به آنچه داری فکر کن و بدان که همین حالا ثروتمندی. برای امروزت هدف گذاری کن. هدفهای کوچکی تعیین کن. این اهداف می تواند ساده باشد، مثل لبخند زدن، مثل یاد گرفتن. هر قدم کوچک شما یک قدم شما را به سوی موفقیت بزرگتان سوق می دهد. امروزت را به جایگاهی برای قدم‌های کوچک ما محکم تبدیل کن. اقدام کن. هیچ چیزی بدون عمل اتفاق نمی‌افتد. اگر رویا و هدفی داری، امروز زمانی است که باید قدمی به سوی آن برداری. هرچند کوچک، اما همانطور که رودخانه کوچک راه خود را به سوی دریا پیدا می کند، تلاش‌های کوچک شما نیز شما را به موفقیت متصل می کند. بپذیر و منعطف باش. زندگی همیشه طبق برنامه شما پیش نمی رود. بنابراین رضا به داده بده و از جبین گره بگشا. اگر چیزی مطابق انتظار شما پیش نرفت، به جای ناامیدی به دنبال یادگیری باش. انعطاف پذیری قدرتی است که تو را در برابر ناملایمات مقاوم می کند. از طبیعت الهام بگیر. به طبیعت نگاه کن. آفتاب هر روز بی‌وقفه طلوع می کند. نور در زندگی تو نیز جایش را پیدا خواهد کرد. لبخند بزن، نفسی عمیق بکش و به استقبال روز جدید برو. هدف ما موفقیت، ترقی و پیشرفت روزافزون شماست. بنابراین از شما دعوت می کنم برای میسر شدن این هدف ارزشمند این چنل رو سابسکرایب کنید. روز بخیر.